شما هم اون حلقه عجیب رو میبینید؟ در مرکز کهکشان AGC 6505 یک حلقه شگفت‌انگیز گرانشی دیده میشه. این پدیده که به حلقه انیشتین معروفه، زمانی رخ میده که گرانش یک کهکشان نزدیکتر تصویر یک کهکشان خیلی دورتر رو بزرگ و خمیده میکنه و اون رو به یک حلقه کامل نورانی تبدیل میکنه. ولی چرا این حلقه مهمه؟ برای شکلگیری یک حلقه کامل باید کهکشان نزدیکتر و کهکشان پس زمینه کاملا در یک راستا باشند. این حلقه به دانشمندان کمک میکنه تا جرم کهکشان AGC 6505 و میزان ماده تاریک در مرکز اون را اندازه گیری کنند. این منظره خیره کننده در سال 2023 میلادی توسط تلسکوپ فضایی اوغلدا ثبت شد و همین ماه منتشر شد.